بعد سردار بی افتخار رو میگه آقای شهید حسین همدانی که 40 سال پوتین از پاش در نیاورد تا زنان شما سیاسیون و مثل دختران عراقی که به جهاد نکاح فرستاده بودن همسرانتون رو به جهاد نکاح نفرستن. سردار همدانی دوستان در سوریه زن خودش رو با 2 تا دخترش رو برداشت برد تو سوریه. 7 کیلومتری خونه ای که براش گرفته بودن دوستان، نیروهای داعش در حال شلیک بودن، سلاح‌ها منزل ایشون تو برد سلاح‌های داعش بود. بشار اسد گفت آقا وضعیت اینجوری آقای همدانی ما نمیتونیم از خانواده شما محافظت کنیم. ایشون گفت وقتی که جوان مردم به میدان اومده، وقتی که حریم حضرت زینب در خطره و من پیرو امامیم که زنشو، دخترشو، بچهشو، کودک 6 ماهشو، برادر و برادرزاده و خواهرزاده رو آورد وسط میدان. من 2 تا فرزند رو با همسرم آوردم، برادرزادم هنوز مونده، خواهرزاده ها موندن، دایی ها مونده، همه و همه هنوز راشون دور از این معرکه. نارنجک به دست خانمش میده، میگه خانم من رفتم مبارزه کنم، من رفتم بجنگم، اینجا تو تیررسیم، احتمال اینه که داعش این منطقه رو بگیره هست، این نارنجک و سلاح دستتون باشه، اگر رسیدن به این منطقه بجنگید و بمیرید و مفت شهید نشید. بعد سردار بی افتخاره، توی پوفیوزی که اومدی مملکت رو به گنگ کشیدی و امروز تحریم های آمریکا پا گذاشته بیخ گوش ملت و مردم رو داره زجر میده و تو افتخار میکنی که این که در حصر نشستی مملکت رو میخوای برگردونی. عاشورا به عاشورا علیه مملکت داری بیانیه میدی، علیه جوانان داری بیانیه میدی، علیه کسانی که اومدن زنان شما رو آقای میر حسین موسوی وقتی که در فرودگاه ریاض تو رو به عنوان نخست وزیر بازداشت کرده بودن، همین فشار حسین همدانی و عربستان در خلیج فارس بود که توی نخست وزیر که با خانواده اسیرت کرده بودن آزادت کردن، وگرنه همونجا شما دیگه پسرخوانده ملک عبدالله میشودی با اهل و عیال. بعد میشینی علیه مقدسات ما که شهدای ما هستن توهین میکنید. شما به نقطه آرمانی ما که همه آرزو داریم با حسین همدانی برسیم و بشیم حسین همدانی اهانت میکنید. اگر تو استخر فرح غرق میشد ایشون به قابل افتخار بود، اگر با فلان وزیر میگرفتنش، با فلان جاسوس میگرفتنش که پرستو رو دوشش نشسته قابل افتخار بود. اگه 5 تا گلوله به همسرش میزد و فرار میکرد و بعد میومد خودشو معرفی میکرد، الان از این گمنامی در اومده بود. همدانی ها رفتن سر دادن و جنگیدن تا این مملکت بمونه که یکی نخست وزیر بشه، یکی رئیس جمهور بشه، یکی نماینده مجلس بشه. وقتی که موقع خوردن بود و موقع ساحل آرامش بود، عین کفتارهایی که تازه از مرده خوری بلند شدن اومدن کشور احاطه کردن و پرروتر از همه دارن طلبکار عمل میکنن. کسانی که یه قطره خون از دماغشون برای این انقلاب نیامد. سنجاق تگردی آقای میر حسین موسوی به خودش نزد که ما بگیم آقا خدا پدرتون رو بیامرزد که برای این انقلاب شما بالاخره یه زخمی به تن داشتید. روز عاشورا حمله کردید به هیئت عزاداران، خیمه های ابا عبدالله را زدید و اعلام کردید اینا مردان و خدان. شما حق نداری به شهید توهین کنی، حق نداری به سرداران ما توهین کنی. سردارانی که با 2 میلیون تومان دوستان فیش حقوقی آقای سیاکالی، شهید سیاکالی رو نگاه کنید، 2 میلیون تومان فیش حقوقیش بود، تو سوریه شهید شده بود، 900,000 تومان دریافتی بود، بقیه کسورات و اجاره خونه بود، نمیدونن کمک‌های فلان بود. بعد تو به درد نخور 1200 متر خونه تو بهترین نقطه تهران از بیت المال بهت میبخشن، رئیس جمهور و نخست وزیر میشی، راندهای آلوده رو میاری تحمیل میکنی به آقای خامنه‌ای که باید دولت همه چی رو تولید کنه. معنی نداره ما شرکت بدیم به مردم که برای ما روغن تولید کنن و بفروشن، ما خودمون تولید کنیم. چرا دولت تولید نکنه؟ چرا؟ چون دولت براش رانتاش امضای طلایی میزد و این اتفاق میافتاد. امروز اومدید توهین میکنید سردار بی افتخار،
سردار همدانی فرزند یک کارگرزاده که تو کشور ما با دستان پینه بسته خودش بچه ای رو تربیت کرد که 40 سال پوتین از پاش در نیاره، خرمشهر رو در کنار سایر سرداران و امیران ارتش ما آزاد کنه، در سوریه و عراق بره بجنگه، فرزندانش رو ببره خط مقدم جبهه، سلاح به دستشون بده که آقا امنیت ایران و با امنیت حرم رو باید حفظ کنیم. بعد شما پوفیوز بچه هاتون و کره خراتون تو آمریکا دارن از دیسکوها میزنن بیرون و بعد به ریش ملت هم میخندن، تصاویر میفرستن. شما با افتخارید، امثال همدانی ها بی افتخار. شماها بودید بازیگران سینما را قلقم کردید. بهروز وثوقی مگه پیج این اینستاگرامشون نذاشت که آقای میرحسین و مخملباف و خاتمی بودن ما رو بیچاره کردن، به بقیه نسبتش ندید؟ بعد الان دنبال آزادی خیلی مثلا دموکراتیزه شدی. سردار سلیمانی، سردار همدانی کسانی بودن که دیناری برای خودشون و بچه‌هاشون نذاشتن، هر آنچه که داشتن همین بود. سردار مملکتی وقتی که گلوله بهش میزنن و چند تیکه میشه بدن این دوستان، 50,000 تومان در درون کارت شخصیش پول بوده. 50,000 تومان. خوب دقت کنید. بعد شما بی همه چیز فقط 110 میلیون دلار رشوه از استایدول میگیرید به نام جونیور، طلبکار عالم و آدم هم هستید.